سلام دوستا، وقتتان بخیر. این تصویرها را خب میبینین، اینه تصویرهای پشت سرم. امیدوارم که ببینین، چشمایتان باز باشه. این مراسم عروسی وعده از راشد خان است. این ببینین، این تصویرهای پشت سرم. این پیامم برای اون افرادی است که زر زده میرن در شبکات اجتماعی، در دیوال خود زدن، پاره پاره کردن، زنشان، مردشان، بچهشان، جهادیشان، غیر جهادیشان. این پیام افرادی که به ضد پشتون ها هستن یا امارت اسلامی، برشان یک گفتنی دارم. شمایی که به ضد اینا خودتان نمیدانی، به چی سطح سویه هستی؟ به مثل اینا هستین؟ قطعا نی. به مثل اینا هستین؟ قطعا نی. به مثل اینا شده میتونی؟ میلیاردها سال بعدم نمیتونی. به مثل اینا میتونی؟ مردمدار، اتحاد، اتفاق، همه خوبیایی که شما میبینین در یک فرهنگ افغانی باشه، در اینا هست. در اینا هست. و بنان من خواستم این ویدیو را براتان بگویم. همه افرادی که پشتونا گفته میرن، دانشان باز کرده میرن، بدونی که نفس بکشن زر زده میرن، این تصویر از یک فرد پشتون است، از یک فرد پشتون به نام راشد خان. جواب تمام قومتان، تمام نسلتان، تمام دیارتان. بیاییم صحبت راجع به تصویر میکنیم. در ظرف 30 سال گذشته کدام یکی از تاجکا، کدام یکی از هزارها، کدام یکی از اقوام دیگه که میلیاردها دانه ریشه کدروی هستند در افغانستان همچون مراسم میره برگزار کردن؟ ای بچه ماشال دوستم نیست، ای بچه ماشال فیوم نیست، ای بچه امرالله صالح نیست، ای بچه او دوزای دیگه و دیگه اسماعیل خان و مچم زایر قدیر و خیلی های دیگه که چی از این طرف چی از او جنا، بالخصوص از گروه جبهه مقاومت اسلامی این نیست. چطور میشه یک شخص، یک فرد ورزشکار اینقدر محبوب میباشه؟ دلیلش چی میباشه؟ دلیلش نسلش، قومش، خانوادهش، ادبش، اصولش. برای همه کسایی که پشتونا رو بد میگن، من یک پیام دارم برشان، یک پیشنهاد دارم. برن یک کمی ادب، شرف، انسانیت، روابط، اخلاق از راشد خان یاد بگیریم. برای همه کسایی که زبان 6 متر میکشن، یک کمی برن ادب، اخلاق، انسانیت، روابط، موفقیت از راشد خان یاد بگیرن. همه کسایی که به ضد پشتون ها هستن، برن یک کمی یاد بگیرن. این یک فرد ورزشکار است. دیدین کدام وقتی این طرف قرار بگیره؟ دیدین این بیای الکی از اوضاع کاریش بیرون صحبت کنه؟ اینه ورزشکار میگن، اینه انسان میگن، اینه موفق میگن، اینه نمونش. اواخواهش چقدر زیاد است؟ کدام هزار اینقدر اواخواه داره؟ کدام تاجیک این اواخواه داره؟ کدام قوم دیگه این اواخواه داره؟ در کدام سطح شما هستین؟ اینه مثلا همین تاجیکا از چی نگاه قوی هستن که بیان که پشتونا خدا بزنن؟ از نگاه نفوذ 2 نفر هستن در 2 راه روان هستن. از نگاه انسانیت از اینا که بد اخلاق، از اینا که دوزبان، از اینا که بیادب، از اینا که مادر آزار، از اینا که غریب آزار، از اینا که منافق در دنیا نیست. شما نمونه شو ببینید. الان هر شبکه اجتماعی را باز کو، تمام بعدشان سر کی؟ سر تاجکا. چرا؟ چون اینا کارنامه خوب نداشتن، چون اینا انسانهای خوب نبودن، کارهای خوب نکردن. به خاطر این تصویر ماندم اونهایی که میایم به نام سیاست و خراسان و شمال و مچم چی و چی و چی، این قد زبان میکشن، فقط مفت زبان میکشن. بعضا زبان میکشه باز یک بدی میکنه، اینا فقط زبان میکشن، بدم کردن نمیتونن. این تصویر بردان جواب است. این تصویر رو ببینی، خودتان یک کمی بسنجین، مقایسه کنین، بررسی کنین. شما با چی مدارک و اسناد و شواهد میتونین که پشتونا خودتان بزنین؟ با کدام سندتان، با کدام اخلاقتان،
با کدام اتحادتان، با کدام پدر و مادر درست حسابیتان، با کدام سابقه خوبتان. این تصویر جواب تمام کسایی که به ضد پشتونا زبان میکشن، زر میزنن، وقت خودشان هم بیهوده سپری میکنن از چند تا انسان فوق‌العاده دیگر. شما این ویدیو رو ببینید دوستان. کی میتونه اینقدر آدم‌های فوق‌العاده، اینقدر آدم‌های بی‌نظیر دور هم جمع کنه؟ کی میتونه بگوین؟ او فقط پشتون است. او فقط پشتون است. بیارین شما یک عروسی، یکی از مقاماتی رو که من نام بردم، بیارید اونجا چی بدبختی جریان داره، چه قوجه جنگ و دعوا و سر و صدا مثل شغالا واری چقدر غال مغال دارن. شما اینجا ببینید تصویر. انسان اینه میگن. انسان برای چی کسی میباشه؟ مثل اینا. شما اگه فکر میکنی انسان هستی، بیاری فیلمای عروسی تان مثل اینا پخش کنین و معلوم میشه که شما چند هستی. میگم عطار میگه خود آن گو نگو بگذار که دیگرها تعریف تا کنه، خود تعریف تا نکو بگذار دیگرها تعریف تا کنه. پشتونا مردم تعریفش هم میکنه، خودشان نی. این راشد خان، این راشد خان و با این قدر مردم ارتباط داشتن، این قدر مردم در محفل عروسیش آمدن، این کار ساده است، این کار الکی است. برین یک هزاره یک تاجک امی کارکت 30 سال دیگه هم وقت دارین. 30 سال، این 30 سال یادداشت کنین. ماه اکتبر 2024، 30 سال دیگه اکتبر 2034 بیاین ما هستیم. قطعا نمیتونی. و خاطر وقتی که نمیتونی زر بی جای نزنین. خودتانه در حد کسی که هستین ببینین. تاجکا در چی حد هستن؟ به مو حد خود قبول کنن. هزارا در چی حد هستن؟ امو خود قبول کنن. وقتی که کسی حد حدود خودش نشناسه، خود قبول نکنه، او بدبخترین آدم دنیاست. کسی که جایگاه خودش نتانه در هر جای تعریف کنه، برو چی میگن؟ برو میگن که این ابله است. دیگه اقوام افغانستان نمیتونه با پشتونا رسیدگی کنه. در میلیارد سال نتوندسته، میلیون ها سال دیگه هم نمیتونه. شما ببینید این تصویر است و چقدر اواخا داره. این راشد خان میلیون ها نفر صاحب پول کرده. کدام تاجک آمده میلیون ها نفر صاحب پول کرده؟ الان از ویدیوهایی میلیون ها شبکه اجتماعی، میلیون ها شبکه یوتیوب پیسه گرفته رایست. این زور کیست؟ دغده، پشتون است. شما هر وقتی که به جایی نارسیدین که اولش که قطعا میلیارد سال رسیدن نمیتونین، از اخلاق، از اتحاد، از اتفاق، از مردانگی، از صداقت، از راستی، از درستی، اون وقت شما اینا واری میلیارد سال شده نمیتونه، نه هزاره شده میتونه، نه تاجک. اگر شد نتیجهش بیارین یک ویدیو پخش کنین، اما تو آرامی باشه، اما تو آدمای نازنین بی‌نظیر پشت سر در تصویر میبینی، اشتراک کنه، اما قدر مردمات دستال باشه. تاجکا یک عروسی میکنه 5 نفر میای، 2 تا ژکله هم دیگر میده، 6 نفر دیگه الکی زخمی میشه. شما با اینا رسیده میدانی؟ میلیارد سال هم نمیتونی. این خواب و خیالتان کنار بگذارین، بپذیرین که چند کیلو هستی. هر وقتی بپذیرید چند کیلو هستی، اون وقت هم خودتان دوست دارین، میپذیرین و هم دیگر. تا زمانی که هزارا و تاجکا خدا نپذیرن که چند کیلو هستن، امو زنایشان هم طرفدار اینا نیست، بچه‌ایشان هم طرفدارشان نیست. وقتتان خوش. یاد بگیرین از پشتونا، یاد بگیرین از پشتونا. تمام ویژگی‌های که اینا دارن در وجودتان ایجاد کنین. خوش اخلاق شوین. وقت زنایتان طرف مردم نمیده و بچه‌هایتان طرف مردم نمیده. مردم یعنی چی؟ پشتونا. مردم یعنی چی؟ اقوام بزرگ پشتون. وقتتان خوش. خدا نگهدار.